سلام بچه‌ها، چطور؟ من آینیتیم هستم. خوش اومدید به یه ویدیویی که روی مایکروسافت سروایوال مایکروسافت سروایوال بازی کنیم. این پارت اوله. ببینیم که قراره چیزی رو بیفته. میتونیم یه خونه درست کنیم یه تخت درست کنیم که شب اول بگذرونیم یا نه. بدون معطلی بزنیم سراغ این قسمت. خب همین اول کار، اولین گوسفند در رفت. کجاست؟ زیر مشترکت یه گوسفند گرفتیم. آره یه گوسفند گرفتیم. دیگه دو گوسفند نیست، بریم برای کندن چوب. اوکی، این داشت بده ما بریم کار داریم. کل برخورم تموم نشد. این داخلش فکر ها. آره خشم این هست ایشان. خب ما از اینجا بریم پایین، یه ارتفاعی پایین تر که بتونیم سنگ پیدا کنیم. این ارتفاع پایین تر که نه، هم اینجا که راحت‌تر به سنگ برسیم. اوکی، اینا رو چوب میکنیم. یک رفتیم تیبل، یه 8 استیک. اولین شب بتونیم زنده به در ببریم عالی میشه. چهار اینا یک خوب است. سنگا میشه نمشش یک همیشه نهیدش خیلی ممنون ازت. همین شن این 8 یک 8 13 14 باید با رزنک اینجا رو بکن. بریم اینجا بلا دیگه صدا گوسفند نیستش. نه ایفتی گوسفندی نیست. صدای یه گوسفند بزن. داشت یه گوسفند بده که ما بتونیم حداقل اولین شب خوب بخوابیم به حال آرامش. حالا گوسفند پیدا کردیم 3 تا. از به بعد اینجا پر گوسفند میشه. به خدا صدا گوسفند هم نمیاد. رنگی بنگی هم داری اشکالی نیست، فقط بده. فقط بهمون گوسفند بده داداش. ای گل این 3 تا دونه گل بکنیم. اگه گوسفند رنگی داد بتونیم گوسفند رنگ کنیم. چی موقع گوسفند بود. اگه بریم کنه اولین شبامون یه خونه درست کنیم برای خودمون. هوا دیگه داره کم کم شب میشه. در بودیم داخل خونه زندگی کنیم تا صبح. حتی شب هم شد میتونیم چی کنیم؟ عنکبوت بکشیم. با عنکبوت بتونیم چی بگیریم؟ بهش به پایین دیگه. اوکی، با عنکبوت ها پشم درست کنیم که 8 روز ما تا عنکبوت میخوایم که از بدشانسی ما تا عنکبوت ها تا عنکبوت نمیدن. اکثر اگه یه چیزی میخوای داخل ماینکرافت پیدا نمیشه. بعد اون که پیداش کردی اصلا اونجا برات میباره. از گوسفند و هرچی بخوای برات میباره. ماینکرافت همین جوریه. اوکی، صدا گوسفند بودا. شما هم شدی فقط من شنیدم. یه صدای گوسفندی میومد. هم توهم دارم. آره توهم دارم. فقط مرغ الان داشت نمیره. چطور سگه؟ گاوه هم بکشیم غذا بتونیم بگیریم.
چند تا چوب داریم بخونیم بس. یه 4-5 تا چوب بکنیم بریم برای چوب. خب سنگ رو چوب 52 بسته. بریم یکم ستونای خونم رو بزنیم. بعد بریم آینه سنگ. بعد من میمیریم. کجا بود خونه؟ اینجا داخل بود چیه بود؟ غاره. حالا مگه غاره پیدا میشه؟ اینجا بود. اینجا بود دیگه ها. آیرون. بعدم با جمعه اینجا نیست. کجاست داداش؟ بودو کجا بود؟ اینجاست. خود اینجا رو بده. آیرون اوکی. داشت سریع بیا تختمون درست کن. مثل که اولین شب نمیشدیم با آرامش خدا گرم و نرم بخوابیم. اوکی بخوابیم. صبح نمیشد. تو بیرون نمیسوزه. داشت این خیرات که بده من بیرون نبید. اونجا آجون پیدا کرده بودیم. نایس. اینقدر آجونه بشانسی داریم. اینجا لاپیز عالی. بیا بالا خفه شد. اش بکنیم ها. داشت نمیسوزه اون سوخت. اینجا زبا سنگ دیده بودم. داشت همین یه دونه. یه زن بابا یه دست بکه بریم بالا. از این سنگا بکن برای خونه لازم دارم. 2000 years later. خب الان ما که جمع کردیم اینا شخصیت رو تروپیکال جمع کردیم. دیپسیت جمع کردیم و او کار تبادی هم چی بودش؟ اسپروس جمع کردیم. حالا هم اوک جمع کنیم برای کف خونمون که برای خونمون یه ساحلی طور رو شد. گوسفند برامون الان میباره. بهش باید گوسفنده بخون. یه حق درست کردم بسته بر. اوکی. به نظر من اینجا بسازیم خوبه. بسا اینجا ساحلی طور هم هست. داخل یه جزیره هم هست. خیلی هم خوشگل. توی دور تا دورشو
چی کنیم اگه بمب پرید نه بمب نه نیشکن کنیم خیلی خوشگل میشه. آره بقیه از خونه همینجا بزن. اوکی پس برای استارت خونه اول وسایلای نیمه مهممون رو اینجا میکاریم. این هم شد این هم از چی نیمه کارم. حالا ما برای درست کردن خونمون نیاز به چی داریم؟ نیاز به اینا داریم. اینا اصلا دیگه خب اینا 64 تا میشه. الان اینا نمیخوایم. خب اینا شدیم رفت بیایید اینجا اینقدر بودیم برای این 31 رو بخزم. چی میخوام اسمش کابل استون. اینجا چی بیایم بعد اینجا که خالی اینجا که دیوار پنجره دیوار این ستون در ستون در 1 2 3 این اینا یعنی یه انقدی اینجا چند تا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 این 3 4 5 6 7 8 9 این دهمی اینجا. خب یه خونه 10 در 10 خوشه. حالا هر چیز اینا 5 داریم 1 2 3 4 5 این 1 2 که اینجا رو به این حالت در بیاریم اینجا رو بخوبیم 1 2 3 4 این از این از این از اینجا ریسان پوینت رو بزنیم. خب اینجا به این شکل در میاد. حالا بکنم چوب کم میاریم. من چوب برای ستون رو میخواستم ستون کم میاد. آره برای ستون کم میاد. بخوابیم یا خب همین اولی که زامبی اسپان شد. داشت آرام باش آرام 1 شد این 1 2 3 4 این 5 اوکی. الان ما باید کاری که کنیم مثلا اینا چوب کنیم بعد اینا بیم از اینا کنیم بریم اینا. اوکی باید اون چوب بکنیم بذاری چوب کندن. برگشتیم خونه و بریم برای زدن این ستونام. اگه بی جلو نگو بس نیست انقدر. فکر نکنم انقدر بست باشه که بست بود و کبش رو کنیم یه چوب دیگه بده. اوکی این هم کابلستون پخ. خب چوبش رو ترکیبی بزنم ترکیبی. خب اینا رو ترکیب اینو کن بیام بالا یکی دیگه اینجا. اوکی همینجا خوبه.
نمیدونم خونه زیاد خوب بشه یا نه. همینجوری یه چیزی توی ذهنمه میخوام درست کنم، مثل که بیری کم میاره. داشت بیری کو دیگه نبود. این بیریگسون چی بگفته بیریگسون نمیدونم. اوکی بیا با اینا یه دابل چست درست کن. این دابل چست رو بردار، اینا همه رو میذاری داخل. چبر کلنگ و سنگ. بریم برای کندن. اوکی بریم برای کندن. اوکی بچه ها راستش رو ها نتونستم بگیرم 64 تا کم داشتم و الان اگه اینا برای سقف کافی باشه برای دیوار کافی 34 تا دارم که امیدوارم یعنی برای سقف کافی باشه برامون راستش. اوکی یه کلنگمون رو باید بده. کلنگمون وسط خراب شد. میخوام دیوار رو مخلوط از استون ولسون و کنم. چطوری اینجا راستش اوکی خب بچه ها نمیخواد بحث رو میگم ویدیو کات کردم که خونه رو ادامهش بسازم خودم. داشت یکم میزم اینجا غذا بپزم. اوکی خونه رو درست کردم به این حال بخوابیم که دخواست صبح بهتون خونه رو نشون بدم که چطوری شده. اوکی داخل خونه اینجوری شده. قسمت برای تزیینش میکنیم و بیرون خونه همچین حالت داره که این دیواراش خیلی خوبه. خونه سکشش اون بالا باید یه لایه پله بکنه از اسپروس یا از همین سنگا یکی در میمونه. بذار اسپروس بزنم بهتره. اسپروس بخوره بعدش داخلشو تزیین کنیم. اینجا در اتوماتیکه که بریم روش باز میشه و همین دیگه. هم از غذاهام خب غذا دلتون بخواد باشه دارم استیک میخوام. دلتون بخواد حتما. دلتون نخواد یه وقت دلتون بخواد حتما گوش نتوشه آب به دهنتون رو. خب بچه ها این را ازتون خوش اومد. لایک کامنت فالو یادتون نره. لایک و کامنت و فالو یادتون نره. زنگولم بزنین که هم وقت ویدیو جدید باشیم با خبر شید تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ.